روند قیمت هاست و اینکه چگونه ما چیکار باید بکنیم هم ارزش پول ملی رو داشته باشیم. ارزش پول ملی ما کم شده از وقتی تا میتونی جوونی کن که دیگه تکرار نمیشه. میخوام جوونی کنم ولی دلار شده 80 تومن. میخوام جوونی کنم ولی سکه شده نزدیک 60 تومن. میخوام جوونی کنم ولی پراید شده 300 تومن. میخوام جوونی کنم ولی یه گوشی شده 100 تومن. حقوقا به بالا همیشه جان میشه قیمت ها کاله های اساسی حتی مصرف انرژی اینا جان میشه. وقتی که جان بشه دوباره چه دعه هایی داره پول ملی بی ارزش